امروز میخوام در مورد صداهای غیر معمول و غیر عادی صحبت کنم که ممکنه تو موتور خودرو و سایر اجزای اون رخ بده. این صداها خب طبیعتاً شما رو نگران میکنه و میخواید که علت دقیق تولید این صدا رو بدونید و منبعش رو پیدا کنید. من قراره تو این ویدیو 6 تا صدای غیر عادی و غیر معمول رو بهش اشاره کنم که اینا ممکنه توی هر خودرویی در واقع رخ بده. سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. خب حالا ما چطوری و از طریق چه روش‌هایی میتونیم دقیقاً تشخیص بدیم که این صداهای غیر معمول از کجای خودرومون نشأت میگیره و جای دقیقش رو بدونیم. ببینید برای این کار چند تا روش وجود داره که یکی از اینا استفاده از یه پیچ‌گوشتی نسبتاً بلنده که شما میاید سر این پیچ‌گوشتی رو حالا به اون جاهایی که ممکنه لرزش داشته باشه و صداهایی تولید بشه میذارید و سر بالایش رو هم روی گوشتون میذارید که از طریق این روش میشه تا حدودی محل دقیق لرزش و صداها رو تشخیص داد. روش دوم و البته دقیق‌تر استفاده از استتوسکوپ های مکانیکیه که شما با استفاده از این گوشی‌ها میشه ارتعاشات و لرزش هایی که تولید میشه و غیر معمول و غیر عادی هستن رو در تجهیزات مکانیکی و موتورها مثل حالا برینج ها، یاتاگان ها، چرخ‌دنده ها و حتی میشه اینو روی سیالات هم که از لوله ها و پایپ هایی که رد میشه صداش رو تشخیص داد و محل مورد نظر رو پیدا کرد. و حالا اگه شما به این استتوسکوپ های مکانیکی دسترسی ندارید میشه با یه تکه شلنگ هم این کار رو با دقت کمتر انجام داد که میایید یه لوله رو پیدا میکنید و روی اون ناحیه‌ای که صدا و لرزش تولید میشه قرار میدید و سر دیگه‌اش رو هم روی گوشتون قرار میدید که میشه در واقع کار این استتوسکوپ های مکانیکی رو با این شلنگ انجام داد. ولی اگه خب به این گوشی ها دسترسی دارید میشه به راحتی اون ناحیه دقیق رو پیدا کرد و محل دقیق صدا رو تشخیص داد. خب حالا من میخوام 6 تا صدای غیر معمول و غیر عادی رو بهش اشاره کنم. اولین صدای غیر معمول صدای تیک زدن یا ضربه زدنه. این صدا معمولا به صدای سوپاپ هم مشهوره. خب همونطور که میدونید سوپاپ ها وظیفه باز و بست و ورود و خروج حالا هوا و دود رو بر عهده دارن. خب این در واقع قطعات متحرش دائما در حال کارن و در مرور زمان و در اثر شرایط مختلف دچار فرسودگی و خرابی میشن که وقتی شما این صدا رو میشنوید نشون میده که سوپاپ ها دچار عملکرد نادرست شدن و دلیل این مشکل هم میتونه بالا رفتن بیش از اندازه دمای موتور، استفاده از روغن‌های بی‌کیفیت و عدم تعویض به موقع روغن موتور یا به دلیل به هم خوردن تایمینگ موتور یا پاره شدن اون که سبب میشه سوپاپ ها کج بشن و این مشکل توی خودروتون به وجود بیاد. حالا اگه مشکل زیاد جدی نباشه میشه با تعویض روغن موتور و استفاده از روغن موتورهایی که غلظت یا ویسکوزیته زیادی دارن برای مدتی استفاده کرد که این صدا قطع بشه. مثلا اگه خودروتون از روغن 30 یا 40 استفاده میکنه شما میتونید این رو تغییر بدید به 40 یا 50 که این میتونه چسبندگی مناسبی رو روی سوپاپ ها انجام بده و روانکاری بهتری نسبت به روغن قبلی انجام بده تا این مشکل برطرف بشه. ولی اگه مشکل جدی تر باشه با این روش ها حل نمیشه و شما مجبورید قسمت های آسیب دیده میل سوپاپ و سوپاپ ها رو در واقع تعویض کنید و از مکانیک کمک بگیرید. دومین صدای غیر معمول صدای ناکه. صدای ناک که معمولا به اشتباه صدای سوپاپ هم گفته میشه که شما باید این صدا رو نسبت به حالا مورد قبلی که اشاره کردم صدای سوپاپ بود، این صدا رو با اون صدای سوپاپ متمایز کنید و
با دقت بیشتری به این صدا توجه کنید تا بتونید صدای ناچ رو از صدای سوپاپ تشخیص بدید. این صدا در واقع نوعی احتراق ناقصه که به صدای چک مانند یا شبیه حالا برخورد قاشق و چنگال در واقع شبیه، که من قبلا در مورد صدای ناچ و دلایل و عوامل ایجاد کنندش یه ویدیو ساختم، لینکش رو این بالا میذارم، حتما برید چک کنید. این صدا در واقع بیشتر خودش رو در سربالایی ها نشون میده و وقتی شما پاتون رو از روی پدال گاز بره میدارید این صدا هم قطع میشه و دوباره بخواید که گاز بدید این صدا دوباره برقرار میشه. پس شما باید از این طریق هم بتونید صدای ناچ رو تشخیص بدید. در واقع اگه بخوام دقیق تر بگم، ناچ حالتیه که تو اون مخلوط سوخت و هوای موجود تو سیلندر زودتر از این که حالا شم بخواد زرقه رو بزنه این منفجر میشه، که دلیل اصلی این ناچ مستقیما برمیگرده به عدد اکتان سوختی که داریم استفاده میکنیم. خودروها که دارای نسبت تراکم بالاتری هستن نسبت به این عدد اکتان در واقع حساسن، اما همیشه دلیل اصلی ایجاد ناچ پایین بودن عدد اکتان سوخت نیست. ممکنه دلایل دیگه هم تو این کار در واقع مؤثر باشن. توی 60% موارد پایین بودن این عدد در واقع مشکل ساز میشه، ولی ممکنه دلایلی مثل خرابی و حالا بی‌کیفیت بودن شم خودروتون یا مثل مورد قبلی پایین بودن کیفیت روغن موتور و عدم تعویض به موقع اون میتونه مشکل رو ایجاد کنه، یا توی خودروهای جدیدتر خرابی توی سنسور ناچ میتونه این مشکل رو به وجود بیاره، و یا در موارد جدی‌تر که ما به این صدا بی‌توجه بودیم باعث شده که در مرور زمان یتاگان‌ها و پیستون‌ها دچار لکی بشن و باعث ایجاد ناچ بشن، که این در واقع زیاد رایج نیست و اصلی ترین عامل ایجاد ناچ همون پایین بودن عدد اکتان سوخته. راه حل این مشکل هم توی 70% موارد استفاده از سوخت با عدد اکتان بالا مثل بنزین سوپر و یا استفاده از مکمل‌های اکتان بوسترش باعث میشه این عدد رو بالاتر ببره، و یا شما میتونید از طریق تعویض روغن موتور در موارد عادی و خیلی ساده میتونید این مشکل رو حل کنید. ولی اگه شما با انجام این کارا هنوز مشکل ناچ رو دارید باید توسط مکانیک ایرادات حالا جدی‌تر بررسی بشه و تعمیر بشه خودروتون. سومین صدای غیر معمول صدای زیر ماننده که معمولا بعد استارت زدن و هنگام شتابگیری در واقع این صدا شنیده میشه، که معمولا هم از تسمه ناشی میشه این صدا. همونطور که میدونید تسمه ها جزو قطعات مصرفی خودروها محسوب میشن و در مرور زمان و در کارکرد در شرایط مختلف باعث میشه که این در واقع تسمه ها دچار ترک یا حالا شکستگی دندانه بشن و یا در حالا شرایط مختلف که کار کرده دچار شل شدگی شده باشه، که باعث میشه این صدا در واقع به وجود بیاد. راه حل این مشکل تعویض با یه تسمه جدیده. چهارمین صدای غیر معمول مربوط میشه به صدای فیس یا هیس مانند. این صدا معمولا مربوط میشه به نشتی سیستم خنک کننده و نشتی سیستم خلأ خودرومون، که تو این صورت هم معمولا چراغ تک هم روشن میشه و معمولا دلیل اصلی این مشکل حالا ترک یا سوراخ شدگی اون لوله های یا شیلنج هایی هست که در واقع این قسمت خلأ سیستم خودرومون رو به هم وصل میکنه. برای رفع این مشکل شیلنج های مربوط به سیستم خلأ رو پیدا کنید و اون رو با دست فشار بدید و ببینید که آیا در هنگام فشار دادن آیا صدای شبیه به فیس یا هیس مانند شنیده میشه یا نه، که اگه اون سوراخ یا ترک رو پیدا کردید باید اون شیلنج رو با یه شیلنج جدید جایگزین کنید. پنجمین صدای غیر معمول صدای تک تک مانند همراه با لرزش موتوره.
این صدای تک تک مانند تقریبا شبیه پیتیه که در واقع شل شده و صدا میده که شما اگه به موتور خودرو هم نگاه کنید میبینید که موتور دارای لرزش و تکانهای نسبتاً شدیدیه که دلیل این مشکل هم خرابی و فرسودگی دست موتوراست. دست موتورا وظیفه نگهداری از موتور رو بر عهده دارن و اجازه نمیدن موتور با بدنه و شاسی برخورد داشته باشه و اجازه نمیده اون لرزش هایی که تو موتور به وجود اومده رو به بدنه انتقال بده. برای رفع این صدا هم شما باید دست موتورهای معیوب رو باز کنید و اونا رو جایگزین کنید. ششمین صدای غیر معمول صدای نسبتاً بلند همراه با یه صدای اضافی نشت هواست. این صدا هم مربوط میشه به سیستم اگزوست که بیشتر در قسمت منفول خروجی که حالا روی موتور قرار داره اینا دچار حالا ترش خوردگی هایی میشن در اثر حرارت های زیادی که اینا تحمل میکنن. در مرور زمان و در کارکرد در بلند مدت اینا دچار ترش های ریزی میشن که باعث میشه اون قسمت حالا منفول هوا بکشه یا نشتی داشته باشه و یا ممکنه اون پیتس هایی که متصل میکنه اینا رو به قسمت موتور اینا شل شده باشن و اون واشه دچار لکی شده باشه و هوا رو به داخل بکشه که باعث میشه این صدای نسبتاً بلند هم شنیده بشه و حتی ممکنه شما وقتی میخواید توی سربالای‌ها حرکت کنید ماشین کشش لازم رو نداشته باشه. برای رفع این مشکل هم شما باید اول اون پیتس هایی که به منیفولد و موتور وصله رو چک کنید و ببینید که آیا شل شدگی تو اینا وجود داره یا نه و اگه شل نبودن شما باید قسمت خود منیفولد رو نگاه کنید و ببینید که آیا ترک هایی تو اون قسمت وجود داره یا نه. اگه ترک داشت یا باید اون رو دوباره جوشکاری کنید با جوش سودن و اگه خیلی ترک ها زیاد باشن شما باید اون رو تعویض کنید. اگه شما تجربه‌ای در رابطه با صداهای غیر معمول و غیر عادی توی خودروتون دارید و تجربه کردید میتونید توی بخش کامنت ها برام بنویسید. ممنون از توجهتون. فعلا تا بعد.